امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از نمایندگی‌های رسمی کشور در امریکا خواسته است که به عیادت شاعر تاجیک بازار صابر به یکی از بیمارستان‌های شهر سیاتل امریکا بروند. آقای رحمان در این باره روز 5 اپریل بر راهبریت وزارت کارهای خارجی، سفارت کشور در امریکا و نمایندگی رسمی در سازمان ملل سپارش قطعی داده است. او گفته است به عیادت بازار صابر رفته برای تأمین طبابت متصل، حل تمام مشکلات موجوده، کمک و دستگیری و هر چه زودتر به وطن آمدن شاعر مساعدت نمایند. بازار صابر چند پیش به دیدار فرزندان به امریکا رفته بر اثر بیماری در یکی از شفاخانه‌های شهر سیاتل بستری گردید. یک نفر آگاه از وضع سلامت او در فیسبوک نوشت که بازار صابر 5 روز باز در بخش احیاگری خواب است. بازار صابری 79 ساله در ناحیه فیض‌آباد به دنیا آمده در سالهای 1970 و 80 در سرگاه جنبش بیداری مردمی تاجیک قرار داشت و از محبوب ترین شاعران تاجیکی زمان شوروی به حساب می رفت. او در پایان سالهای 80 به حزب دموکرات تاجیکستان پیوسته سال 1990 وکیل شورای عالی پارلمان وقتی تاجیکستان انتخاب شد. سال 1993 برای 9 ماه به زندان کشیده شد و او در پایان همان سال با مساعدت سازمان‌های حامی حقوق رها یافته به مسکو و از آنجا سال بعد به امریکا کوچید. سال 2013 هم در عین انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان با دعوت رئیس جمهور امامعلی رحمان به کشور آمد و گفت که دیگر در تاجیکستان میماند.